وقاف صاحب زه خو دې هغه ویډیو چې ډېر فاریو کې روانه ده داسې دا بل څوک د بی بی سی سلام و احترامات جنرال صاحب، برای خودتان، برای فهیم افغان، عقاب افغان، فدا محمد، نصیب الله و دوستایی که در پایین هستن. جنرال صاحب، من بالا آمدم که شما 4 سوال بکنم و یک خواهش، اگر اجازه تان باشه. خب جنرال صاحب، سوال اول من زیادتر دوستا کردم، هیچ کس حاضر نمیشه که سوال جواب بده. میگم من عالم نیستم، من مولوی نیستم. من گفتم باش که شما سوال بکنم. سوال اول جنرال صاحب، ببینین 3 شخص است. یک نفر اسمش دیوید است، یکی اسمش احمد است و یکی هم اسمش محمود. دیوید از امریکاست و در دین کافر است و احمد محمود مسلمان هستند، از افغانستان هستند. دیوید از امریکا میاد افغانستان، میخواهد که محمود به قتل برسانه. احمد که از افغانستان است میره پیش دیوید، میگه یک سلاح M4 برای ما بده و $50,000 امریکایی، من همراه تو همدست میشم و محمود از بین میبرم. در اینجا احمد از دین اسلام بیرون است و یا مسلمان هست هنوزم با می کارش کرده؟ این سوال اول، اگر جواب بدین. والا من خو عالم دین نیستم، بله امی گپ خوب زدی و فتوا هم دادن نمیتونم. البته احمد قاتل است اما از اسلام خارج شدنش دیگه ما فتوا دادن نمیتونم. جنرال صاحب، وقتی که یک مسلمان با کافر دست یکی میکنه و مسلمان از بین میبره، آیا بر از او کدام جزای کدام چیز در دین اسلام داده شده یا خیر؟ چرا نه؟ مسلمان که مسلمان هم قتل کنه جزا داره، کافر هم که مسلمان قتل کنه جزا داره، مسلمان هم که کافر قتل کنه بدون کدام علت بدون یام جزا داره. خب هدف سر احمد بود. احمد دست با کافر یکی کت، مسلمان به قتل رساند، برادر کلمه گوی خدا. خب دیگه شما به احمد چی میگین؟ ما بر احمد چیزام نمیگم، ما قاضی هم نیستم، عالم دینم. احمد قصاص میشه. تشکر بسیار زیاد. خب سوال دوم جنرال صاحب، از شما سوال میکنم که مبارزه در تیک تاک میشه، در توییتر یا فیسبوک؟ امی جای مبارزه کردن با امارات اسلامی در کجا هست که مخالفین امارات اسلامی بفهمه امو جایه و بیای با شما مقابله کنه؟ نه قطع ما مقابله نمیتونه. نه اگر خواستن جایش در کجا هست؟ آیا از کدام طریق میتونه؟ هر جایی که بیاد دستش خلاص. خب سوال سوم جنرال صاحب، آیا کشورهای خارجی از انگلیس گرفته روس تا 47 کشور در خاک افغانستان که آمدن و با مردم افغانستان جنگیدن، هدف از اینا چون پشتون در رأس بود، آیا هدف از اینا جنگیدن با پشتون بود و یا هم با کسان دیگه در سرزمین؟ هیچ وقت هدف امریکا ناتو در افغانستان اشغالشان هدف از این نبود که با پشتون به یک قوم جنگ کنه. ما با هزارها طالب میشناسیم که با ناتو می جنگیدن. اینمی تاجک امرالله صالح را در زندان در سلاخان انداخته بودن. اینمی دوستم و مجاهد ازبک و شهادت می رساندن و ظلمای گوناگون میکرد. اینمی محقق و خلیلی و فلان هزاره طالب هزاره را از بین می بردن، می کشتن، خانهشان چور میکرد، تا با ناموسشان تجاوز میکرد. دیگه دشمن امریکا که بود از آدرس پشتون نبود و کل اقوام افغانستان از پشه‌ای گرفته تا به پشتون کلشان در مقابل اشغال جهاد میکردن و دست یکی کرده بودن. من مثالش میدم، در پنشیر تا برادرای پنشیری ما جهاد میکردن، در بدخشان برادرای بدخشی ما جهاد میکردن و در نورستان برادرای پشه‌ای ما که ضربات سنگینی را به ناتو و به امریکا وارد کردن، در نورستان مقابله میکردن، هرگز پشت پشتون و پشت قوم نامده بودن.
و غلامایشان هم از هر قوم بود. کرزی بود، غنی بود، عبدالله بود، امرالله صالح بود، حضرت علی بود، محقق بود، خلیلی بود، کلشان از هر قوم غلام و مزدور هم داشتن. تشکر جنرال صاحب. یک سوال آخر، سوال چهارم جنرال صاحب، از دولت قانون امان الله خان گرفته تا اشرف غنی، هر دولتی که بود، هر کس که در اصل بود، آیا اینها قانونشان اسلامی بود، در داخل چوکات اسلام بود و یا خیر؟ از کی؟ از سر امان الله خان. امان الله خان همو تو پایین بیاییم تا اشرف غنی، آیا دولت های از اینا؟ یکی است که شما بسیار سوالای خطرناک میکنین. ما خود تاریخ را که خواندیم، دیدیم، از علما شنیدیم، حکومت های مختلف آمده که او را هم اسلامی گفته میتانیم و هم غیر دموکراسی و جمهوری گفته میتانیم. حکومت امان الله خان که بود، قوانین غرب در افغانستان نافذ میکردن که بالاخره به قیام مردم روبرو شد. چرا امان الله خان از افغانستان خارج رفت یا به گفته اشرف غنی فرار کرد؟ و چرا بعد از امان الله خان کلکانی آمده؟ یا حکومت کلکانی حکومت اسلامی بود؟ خب کلکانی یک دزد بود، حبیب الله کلکانی. بعدنش پدر ظاهرشاه آمد و بعدنش شاید ظاهرشاه 40 سال حکمرانی کرد، باش سردار داوود آمد و بعدن روسا و کارمل حکومت ها. ایره قضاوتش به ملت و به کسای میمانیم که تاریخ دان هستن نمشته کنن، چون حساسیت های بسیار موجود است. اگر درباره طالبا چیزی میگی با واکنش رو بینو میشه، اگر با نجیب چیزی میگی واکنش نشان میتن، اگر میگی امان الله خان خوب بود بد بود، در دو بغلشه واکنش های تندی را داده. اگر میگی که امان الله خان خوب آدم بود، مخالفینش صدها فتوا میته. اگر میگی نه خوب آدم نبود، موافقش صدها گپ میزنه. اما این از تاریخ گم شدنی نیستن و نه از تاریخ پنهان. تو درباره طالبا هم که وقت که طالبا حکومت 5 سالیش بود، مخالف و موافق داره. کسایی میگه که بسیار خوب بود، کسایی میگه که هیچ خوب نبود. در رابطه با حکومت فعلی هم اینمی نظر است. اردویش مخالف موافق داره. و مخالف طالب میگه که طالب بیخی مسلمان نیست، موافق طالب میگه که نه، مخالف طالب بیخی مسلمان نیست. تا این حد ما میرسیم و 20 سال یکی دیگر را کشته ما دیگه هم با ملت و با مردم افغانستان روشن‌تر است که چی رقم قضاوت میکنه. قضاوت مردم افغانستان هیچ کس از پیش گرفته نمیتونه. البته ما قضاوت دورتر میکنیم، امو ساعت قضاوت نمیکنیم. خوب که خمیره شدیم باز میگیم که والا فلانه خوب بود یا نبود. دیگه خب جنرال صاحب، مشکل دینمیجاست که اگر ما و شما باید بیایم وطن بسازیم و حق بگوییم، باید در هر جایی که باشیم، در هر حالتی که باشیم حق بگوییم و ناحق. اینال اگر ما و شما بشنیم حق نگوییم که طرفدار مسعود خفه میشه یا طرفدار امان الله خان یا نجیب یا کلکانی یا این یا آن، اینال بازی خود جور نشد، وطن جور نشد. دیگر کس طرفدار خود دارد، تو از اون طرف بزن، ای از این طرف میزنه و از اون طرف. خیلی چه وقت صلح، چه وقت آرام شویم؟ آرام خیلی نمیال فیل حالت تو آرام هستیم. فقط بگوید کورد جواری بودنه را اعلا کنی، خب ایت تو آرام هستیم. آرامی خیلی شکی نیست دیگه. ماند حق گفتن دیگه، والله او بسیار یک ایمان کلان کار داره. باور با خدا که من پارسال در روزه مسافر بودم دیگه، بانی گپاره. خود جنرال صاحب درست است، تشکر. و در آخر همی خواهشم از جنرال صاحب، ما که دمی 5 سالی که در مجازی دیدم، سر صداها را شنیدم درباره مکتبا. ما یک خواهش دارم جنرال صاحب از خودت و کسانی که صدای مرا میشنون، همین مکتبا را به خانما هیچ باز نکنین. هیچ. به خاطر از این چی ضرورت عالما بیایم سر زنا وطن جور کنیم، سیاست بکنیم؟ خو یک دکتر زن ضرورت است. اگر یک دکتر زن ضرورت است جنرال صاحب، مایک ما بنده پریگ جنرال صاحب
مایک مایک خلاص څوک کړ. بندي دا مایک څوک بندي یاره مجبور زه د اډمنان توت تکمه دا کار مه کوئ پرې دا وخت د خبرې بره زی ور خلاص کم جنرال صاحب، زی ور خلاص کم. تاجیکستان مایک خلاص کړه. خب جنرال صاحب گفتیم یک مشکل که است که مثلا خانم ها به خاطر ولادتشان است، فعلا خود دکترای زن وجود داره در افغانستان و بعد از این اگر ضرورت میشه ما و شما از کشورهای مسلمانی خارجی میتونیم دعوتشان بکنیم در افغانستان دکتری بکنن. حالا در 100 سال در 1.5 سال که درس خواندن، مکتب خواندن، کدام گل به او دادن که بعد از این مکتب بخوانن یا درس بخوانن و ما سر زنها دیگه وطن آباد نمیکنیم. خود ما مرد شویم وطن آباد بکنیم. ما مردا باید درس بخوانیم، ما مردا خود به یک جای باید برسانیم. اینمی خواهشم است حکم دیگه. اسلام در این رابطه چی است؟ حکم اسلام چی است؟ حکم اسلام من که هرچی پالیدم تا بالو تو جایی را پیدا نکردم که بگوی از نام گرفته باشه که زن و مرد باید درس بخونه. گفته که در کدام جای نام گرفته شده که BBC باید بیاد در تیک تاک همی گپا بزنه؟ چرا به خاطر از این جنرال صاحب، به خاطر از این که 5 سال از گوشای ما خورده شد، یک طرف میگه مکتبا را باز نمیکنم، امروز صبا از این طرف میگه خوار مادر گفته یکی دیگر را دو میزنن، قوم پرستی میکنن. اینال به اینمی خاطر من می اجازه را برای خود میتونم که می گوش ملت آرام بکنن. یک دقیقه بیادر تو تنها امی سخن ولادی را میزنی، خانما تنها مشکل ولادی را نداره. یک خانم است دندانش درد میکنه، یک دکتر مرد دندانش دست بزنه خوب است یا یک خانم؟ یک خانم است رسولی یک دانه بسیار خطرناک است که در اکثر دمی شکم به خانما می باشه. اینمی را عملیات مرد کنه یا خانم کنه خوب است؟ یک دقیقه ریاست پاسپورت و تذکره میرم اوجا لازمی است که باید خانم ما روی خود نشان بده. عکس مرد بگیره خوب است یا زن بگیره؟ در میدان هوایی یا در دیگه جایایی که تلاشی میشه خانم تلاشی کنه یا مرد تلاشی کنه خوب است؟ یک دریور خانم باشه که لازمی باشه که باید تو تنها خانما را از یک جای به دیگه جای ببره. بهتر است یک خانم قط یک مرد بشن یک جای بره. بیادر ترس خود جنرال صاحب درست است، مگه پایتان قبول دارم، اما امی انتظار تا به چه وقت انتظار باشیم؟ این مشکل در اینجاست. من میگم مشکل حل شوه، یک طرفه شوه جنرال صاحب، دیگه با ما هم دیگه حوصله نمونده جنرال صاحب. دیگه بند شوه دیگه، نی کار خو نگو که بیخی باز نکنه. نه خوب گپ نیست بچه کاکا. جنرال صاحب ببین هدف دایی برو ببین ما تا چی وقت ببینم ببین بام بیادر که نو دغه په بواسیر وخت شیغي سره به تشیک کنه هدف مطلب ډیر او امراض خدا د یو زنانه رښتیا ډیر امراض دي کنه وروره